قبل از جمع آمد تنتنوی راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان از نمایش مطبوعات دوری محلی که اداره نشریه‌های ولایتی و شهری و ناحیوی آراسته بودند بازدید نمودند. معاون رئیس ولایت با سردبیران نشریه‌ها عاید به شماره ابونتچیان و فراگیری موضوعات صحبت نموده از تاریخ تشکل و تحول مطبوعات در ختلان زمین یادآور گردیده سهم نظررس سابقه‌داران و ژورنالیستان سرشناس ولایت را در رشد ساحه ذکر نمود. امروز 113مین سالگرد تأسیس مطبوعات تاجیک را که از چاپ اولین شماره تاجیکی روزنامه بخارای شریف ابتدا میگیرد تجلیل میکنیم. در یک فضای ببینید یک فضای زیبا و فضای با شکوه تجلیل میکنیم. واقعا نقش واسطه‌های اخباری عامه از آن جمله مطبوعات دوری در رشد تاجیکستان صاحب استقلالمان مخصوصا در تشکل افکار سازنده در انعکاس دستاوردهای زمان استقلال در بازتاب دادن مشکلات و معماها و نشان دادن راههای حل این مشکلات بسیار برازنده می باشد. بعد از تماشای نمایشگاه در تالار کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی همایش دایر گردید. معاون رئیس ولایت ضمن برآمد خود نخست پیام تبریکی رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید را به مناسبت روز مطبوعات تاجیک ارائه نموده جهت همکاری خوب و پرثمر با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان دستگیری سیاست دولتی ترغیب و تشویق ارزش‌های ملی و دولتداری و معرفی دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی ولایت به نمایندگان وسایط اخبار عامه ولایت سپاسمندی رئیس ولایت را بیان نمود. گفته شد که زحمت شبانه روزی کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و اهل ایجاد ختلان زمین در وضع کنونی تحولات گیوسیاسی و با سرعت بلند تغییر یافتن فضای اطلاعاتی جهانی از جانب راهبریت ولایت بلند قدردانی کرده می شود. امروز مطبوعات باید در صف پیش باشد. مطبوعات باید به مردم از آن پیشرفت، از آن رشد و انکشاف، از آن نوگانی‌هایی که در علم و در سراسر جهان به وقوع می‌پیوندد به مردم رساند و رسالت روزنامه‌نگار این برای صلح و وحدت و پیشنهاد روزنامه‌نگار برای روزگار شایسته مردم است و مردم وقتی که مطلب خوانده باب را می‌خواند از وی بالید روح می‌شود و از وی یک چیز برای خود می‌گیرد و برای فرزندانش هدایت می‌کنند که آنها هم روزنامه‌خوان یا اینکه تماشابین تلویزیون در صورتی که تنها اون با سود انسانیت باشد. ضمناً قید گردید که روزنامه‌نگاران در وضعیت حساس جهان باید استقلال، وحدت و منفعت‌های دولت و ملت را از تمام منفعت‌های گروهی بالا گذاشته در تطبیق هدف‌های استراتژیکی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذارند. همزمان ابراز شد که نمایندگان وسایط اخبار عامه در انعکاس کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت سهم نظررس دارند. اگر ما به مطبوعات تاجیک، به مجله ها، به نشریه های دوری هم محلی یعنی ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی نگاه کنیم صریحا خواهیم دید که نسبت به زمان شوروی خیلی پیش رفته است. این یک مثال عادی در ولایت ختلان است. ولایت ختلان کلانترین ولایت سالهای پیش زمان شوروی عموما یگان مجله نداشت. امروز مجله های بهترین صفا، مهرآور، بانوان فرخار و دیگر مجله ها در قطار نشریه های دوری محلی و ساحوی که عموما نشریه های ساحوی نیز وجود نداشت در ولایت ختلان پیوسته چاپ می شوند و شما فکر کنید که چنین رشد باز در کدام سطح بلند در سطح جمهوری تاجیکستان قرار دارد و این خاص با استقلالیت دولتی تاجیکستان است. همزمان گفته شد که هر یک نماینده واسطه‌های اخبار عامه منبر سخن را برای حفظ امنیت دولت، تحکیم پایداری جامعه، ترغیب خودآگاهی و خودشناسی ملی، غایه‌های وطندوستی، احترام به عنعنه‌های فرهنگی، رشد و گسترش زبان دولتی استفاده می‌نماید و به خلق و ملت خود صادقانه و بی‌غرض خدمت می‌کند. در حقیقت مطبوعات هم چشم هم گوش خلق است، چون که در بسیار جاها میشنویم، در میبینیم، میفهمیم که مردم از همدیگر حیده میگیرن که تلویزیون تماشا کردی، یک عجایب برنامه رفت یا فلان روزنامه را خواندی، یک عجایب مواد چاپ شده است.
همین است شان و شرف مطبوعات. این باعث خرسندی است که قدردانی همه در مورد کارمندان مطبوعات مثلا قید کرده می شود. چه زیایان، چه ادیبان، چه شاعران، چه زونستان، چه بنوارگرندگان، این یک افتخار است. در انجام همایش مراسم تقدیم جایزه‌های ادبی به نام شمس‌الدین شاهین، ناصر خسرو و صاحب تبرف، اینچنین جایزه رئیس ولایت ختلان برای بهترین مواد ژورنالیستی نیروی سخن 2025 دایر گردید. در تقدیم جایزه ولایتی نیروی سخن غالبان از روی نامینه‌های بهترین مقاله تحلیلی، بهترین برنامه تلویزیونی، بهترین برنامه رادیویی، مواد چند رسانه‌ای و اینترنتی، بهترین روزنامه شهری ناحیوی، بهترین مجله و نشریه ساحوی، بهترین لوحه تلویزیونی و فوتورپورتاژ درباره موضوعات سیاسی و عنعنه‌های مردمی، بهترین سامانه اینترنتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، بهترین نواربردار صحیفه‌بند نشریه، بهترین کاتب مطبوعاتی و روزنامه‌نگار صاحب مکتب سزاوار دیپلم و تحفه‌های پولی گردیدند. در این زمینه همچنین یک قطار روزنامه‌نگاران فعال برای همکاری سودمند با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با افتخارنامه قدرشناسی شدند.